Bizi kabul ederek röportaj teklifimizi evet dediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim از اینکه ما را قبول کردین. Bugün Afganistan tarihi günlerinden birisini yaşıyor ve Amerika Birleşik Devletleri resmen Afganistan'dan یکی çekildi. از روزهای تاریخی را داریم زندگی میکنیم که نیروهای آمریکایی از افغانستان امروز فارغ شدن. Neler hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? احساسات شما رو میتونم بگیریم چه حس دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقیناً که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو در مجموع به ریاست آمریکا یک حادثه بسیار بزرگ تاریخی است. میتونم بگویم که در یک قرن گذشته از جمله 3 حادثه بزرگ، روزی که بریتانیا در افغانستان شکست خورد، کشور ما را ترک گفت و زوالش از افغانستان آغاز شد. روزی که نیروهای شوروی افغانستان را ترک گفت، 26 دلو و منتج شد به زوال امپراتوری سرخ شوروی. و امروز که دیشب آخرین قطعات امریکا هم کشور ما را ترک کرد و ما امروز افغانستان داریم که سرنوشتش خود افغانان تعیین خواهد کرد. دیگر نیروهای خارجی در کشور ما حضور فعال و پررنگ و مسلط ندارند. Şunu sormak یک istiyorum. سوال میخوایم کنم. Çok tarihi süreçlerde önemli roller aldınız Afganistan'da. در بسیار رولای عمده دارین در تاریخ افغانستان شماها. Ve bugün o tarihi günlerden bir امروز tanesindeyiz. یکی از روزهای مهم تاریخی افغانستان است. Savaş bitti diyebilir miyiz? میتونیم بگوییم که جنگ خلاص شد در افغانستان. یکی از روزهای باید ماندنی ما در زندگیم است. Yani bu benim öyle bir gündür ki yaşam günümdür, yaşamak istediğim bir gündür. دیشب هم زمانی که اطلاع یافتم که نیروهای آمریکایی از میدان هوایی کابل خارج شدند، سجده کردیم و به خدا گریستیم و با این احساس که یکی از بزرگترین آرمانهای خود را امروز تحقق یافته می‌یابیم. همینطور یک حالت زمانی هم به من رخ داد که نیروهای شوروی از افغانستان خارج شدند و قماندان قول اردوی نمبر 40 اتحاد شوروی جنرال گراموف از مرز ترمز او طرف گذشت و به خبرنگارا گفت که تجاوز بر افغانستان یک اشتباه بود و مسکو اشتباه را بار دیگر تکرار نخواهد کرد. او روز هم بسیار اشک شادی ریختیم و امروز هم. باید درس کنم که در آغاز مبارزه نهضت اسلامی حزب اسلامی نقشی تعیین کننده را داشت. اصلا مبارزه را از لحاظ فکری و عملی و نظامی حزب اسلامی آغاز کرد. در برابر اتحاد شوروی هم و در برابر ناتو هم. Türk askeri de Kabil Havalimanı'nın kontrolünü, güvenliğini sağlayan ekiplerden bir tanesiydi. اساکر ترکیه هم چنان یکی از نیروهایی بودن که امنیت میدان هوایی کابل را میگرفتن. Ve NATO bünyesinde görev yapan personelin çekilmesi sırasında Türkiye askerinin kalması yönünde bir teklif götürdü ancak bu reddedildi. اساکر ناتو خارج میشدن از افغانستان ترکیه خواست که اساکرش بان و این رد شد. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? به نظر شما این چطور یک حالت است؟ چطور ارزیابی میکنیم؟ باید درس کنم که ما برای تأمین امنیت میدان هوایی کابل کم از کم هم از لحاظ اداری، هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ امنیتی به حمایت و همکاری کشورهای دوست مطمئن که اغراض سود در مورد افغانستان نداشته باشه. ضرورت داریم نه از لحاظ اداری و تکنیکی ظرفیت‌ها را داریم امروز و نه از لحاظ امنیتی.
احیانا اگر بتانیم امنیت میدان هوایی را تامین کنیم این هم میتونه باعث اطمینان کشورهای خارجی شود dış ülkeleri bu tatmin etmez. که احساس کنند که امنیتشان تامین است، سفارتخانه هایشان میتونه باز باشه و فعال باشه و دیپلماتایشان هم با اطمینان خاطر به افغانستان بیاین و بروند. İtminanla girip çıkmayabilirler. ما به همکاری دیگرها ضرورت داریم. Yani dış desteğe ihtiyacımız var. این مطلب را با رهبران طالبا هم در میان گذاشتیم. Ben Taliban'ın liderleriyle de görüştüm ve dedik. گفتیم نیازمندیم Ve dedik ki biz bu desteğe ihtiyacımız var. و ترکیه بهترین کشوری است که میتونه ما را در ایجاد کمک کنه. Adil olan bir ülkedir ve yapabilirler dedik. این کار باید صورت Ve بگیره bu olmalı ve yapılmalı. و حتی میشه که مشروط باشه و موقت. Yani bu geçici olarak da yapılabilir. برای 6 ماه 1 سال 6 aylık veya 1 senelik de اگر احساس کردیم که دیگه ضرورت نیست رخصتش کنیم ve yani gerek kalmadığını gördüğümüz zaman o zaman serbest bırakabiliriz. ولی اگر احساس کردیم که ضرورت است میشه دوام کنه. Ama gerektiğine inandığımız zaman devamına karar verebiliriz. اکثریت رهبران طالبا هم با این نظر موافقن. Lideri de bu konuda benimle aynı görüş. اما ایدی فکر میکردن که خوب به خاطر خاتمه اشغال Ama işgalin sonu که نیروهای ترکی با ناتو یک جا آمده güçleri NATO ile birlikte geldiği خوب است اونا با ناتو یک جا برن. gitmesini dilediler. گرچه ما به اونا گفتیم که ضروری نیست و Gerçi onlara söyledim bu gerekmez diye söyledim. چون ماندن اونا به موافقه شماست نه به اساس Kararması sizinle anlaşma doğrultusunda نه به اساس هدایت امریکا یا یکی جز ناتوست. söyledim. Çünkü NATO'nun به هر صورت فعلا شده و امیدواریم ترکیه افغانا را در این مرحله اساس تنها نگذاره. önemli hassas bir dönemde Afganları yalnız bırakmaz diye ümit ediyoruz. Peki siyasi birliğin sağlanması ve devamında Afganistan'ın yeniden yapılanma sürecine, yatırım sürecine gireceği gibi bir plan var şu anda. Bu süreçte Türkiye nasıl bir rol oynayabilir burada? و امروز روز است که هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اقتصادی یک چی نوی جور میشه در افغانستان و رول ترکیه در این باره چه خواهد بود هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اقتصادی. انتظار ما و مجموع ملت ما از ترکیه است که نقشی تعیین کننده و فعال در رابطه به Önemlisidir. تعاون با برادرای افغانی خود داشته باشه. Kardeşlerine yardım noktasına gitmekte geçer. و یقینا ترکیه یکی از کشورهایی است که میتونه افغانها روی از اونا روی ترکیه حساب کنه. Ve biz de Afganlar olarak Türkiye'yi üzerinde düşünüyoruz ve hesap ediyoruz ve daha ediyoruz. این کار همسایه‌های ما به دشواری میتونه Yani بکنه. bunu diğer komşularımız zor yaparlar ama Türkiye'nin yapar. و اگر ایدی عزایم بد هم نداشته باشه بر صورت اعتماد همه مردم بر اونا دشوار است. Yani kötü bir niyet olmasa bile bunu yapabilmeleri biraz zor gözüküyor diğer komşular. در کشورهای عربی هم کمتر کشوری را میابیم که بتونه از اودی از این کار برایه و Kapasiteye sahip çok az و توانمندی های لازم را داشته باشه و قابل اعتماد باشه. برخی کاملا وابسته به امریکا هستند. yani Amerika'dan bağımsız olduğunu yapabilmeleri در سیاست های خارجی خود مخصوصا در قضیه مثل افغانستان قادر به تصمیم گیری مستقل نیستند bağımsız görüş ve karar verecekleri و noktası. اگر به طور نسبی همی شایستگی را داره باز توانمندی های لازم را نداره. Buna sahipler ama tamamını kazanamayabilir. Son bir soru. Biraz geçmişe götürmek istiyorum. Fotoğrafı alabilir miyim? Türkiye'de çokça konuşulan bir fotoğraf. Sizinle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafı. سرش بسیار تبصره شد از طریق Bugünü hatırlıyor musunuz? این روز یاد شما است؟ آه کاملا. Evet, kesinlikle. این هم باید است و این هم که زمان مخالفین برادر اردوغان زمان muhalifler. از این عکس استفاده های سویی کردن و گفتن که او از بزرگترین تروریست Bu büyük bir teröristtir. حمایت میکنه و با او رفاقت داره. O en büyük teröristi koruyor ve ona arkadaşlık ediyor diye o günleri de hatırlıyorum muhalefetini. و این عکس هم از خانهش دزدیده بودن. Ve bu fotoğrafı da evlerinden çalmışlar, onu biliyorum. Nasıl bir gündü? Neredeydiniz? Hatırlıyor روز musunuz? بود و کجا بودین؟
همین عکس در استانبول بودیم. İstanbul'da. در یک جلسه بسیار بزرگ شرکت کرده بودم. یک جلسه تاریخی در جمنازیوم که تعداد بسیار زیادی جمع شده بود. من یک سخنرانی مفصل داشتم و در اونجا فکر میکنم اولین بار بود که در یک اجتماعی در ترکیه شعار الله اکبر داده شد. قبل از این در اجتماعات شعار الله اکبر ممنوع بود یا اصلا سابقه را نداشت که تو شعارها در اجتماعات داده شد. Necmettin Erbakan sizi davet etmişti ve Sayın Cumhurbaşkanımız o gün daha yeni siyasete atılmış yeni bir figürdü aslında. Çevrenizde pek çok insan yerde oturuyor, o da onlardan bir tanesiydi. Ve fark etmiş miydiniz onu? آدمی بسیار نشیط بود و متحرک، فعال و احساس، مصمم. در چهرهش هم نمایان بودی. Şu anda Cumhurbaşkanı olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Hala irtibatınız devam ediyor mu? یقینا در هیچ شک نیست که اونا کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. و ترکیه یک مسیر جدید را تعیین کرد. در سیاست‌های خودم خیلی موفق بود. با آنکه با توطئه‌ها هم روبرو بود. دشمن هم در کمین. دشمن‌های داخلی و خارجی که می‌خواستند او در سیاست‌هاش موفق نباشه. مشکلاتی برش ایجاد کنه. ساختن یک ترکی نو با یک مسیر جدید، با سیاست‌های نو و با شعارهای اسلامی در مرز اروپا و آسیا، یک منطقه حساس و استراتژیک، خیلی خیلی کار دشوار بود. و دیدیم هم که کودتاهای علیه او ترتیب داده. در عقب کودتا نه تنها اروپا و امریکا و حتی یک عده از کشورهای همسایه ترکیه هم سهیم بود. من به یاد دارم شبی که کودتا برا افتاد در سوریه در پیرای شادیانه صورت گرفت. حتی در یک پایگاهی که مربوط به یکی از کشورهای همسایه ترکیه بود. با همه توطئه‌ها و مشکلاتی که او روبرو بود توانست سربلند از این برای و موفق باشد. یقینا که ترکیه در تاریخ خود یکی از موفق ترین رؤسای جمهور را داشت. ما برای موفقیت‌های بیشترش دعا میکنیم. Teşekkür ederiz. موفق باشین، سربلند باشین.